عرض ادب و احترام، نگهداری هستم، استان فارس، شهرستان فیروزآباد. عزیزی امروز مهمون من بود تو باغ، سوال کرد که چند نوع درخت نخل و خرما وجود داره. من تک به تک انشالله معرفی میکنم. عزیزان این درخت نخل نر، این نره، نگاه اونم گلشه که باید انشالله باز بشه. عزیزان این درخت خرمای زاهدیه که زیاد هست، این خرمای زاهدی. پس عزیزان این تو محلی بهشون میگن مرسان، باید حتما بارون بزنه تا این خرمای این شیرین بشه. اینم یک نوع دیگه. این درخت کنار وحشیه، این کنار وحشی که خیلی هم مقوی و خیلی هم از نظر درمانی خیلی عالیه. عزیزان این درخت کپکابه، همون رطب براقی هست که تو بازار هست. یکی از راههای شناختش نگاه این تنه محکمش و پهنشه و برگاش نسبت به درختای دیگه یک کمی ظریف‌تره. این خرمای شاهانیه، یکی از خرماهای بسیار لذیذ خوشمزه که وجود داره. خیلی هم ظریفه، یعنی این که ظریفه دارم بهتون میگم مقاوم زیاد به مریضی نیست، یعنی مریضی بیاد سری میگیره. اینم یکی دیگه شد. عزیزان اون کپکاب بود، این برعکسش بهش میگن چپچاپ. اینم یه خرمای درشت بسیار عالی هست. موفق باشید انشالله. دوستون دارم، نگهداری هستم، استان فارس، شهرستان فیروزآباد. 0913 920 49 60. عزیزان انشالله به امید خدا برج 5 6 آماده هست. از همین الان پیجمو میذارم تو پیج، نگاه کنید انشالله من در خدمتتون هستم. موفق و مؤید باشید انشالله.